بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آمین. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس دیگر از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستم. درس 53 را اختصاص دادیم به تفسیر آیات 104 و 105 سوره مبارکه البقره و همینطور که مستحضر هستید درس‌های ما محورهایی داره، یعنی مسائلی درش مطرح میشه. ابتدا تلاوت آیات، سپس معانی کلمات، بعد از اون ترجمه آیات را از نظر خواهیم گذراند و با یک میان برنامه میریم بعد از اون به مفاهیم لغوی که در این آیات نهفته است، یعنی دلالت‌های ویژه‌ای که در این آیات از بعضی از ترکیب‌های لغوی نهفته است باز می‌کنیم. سپس به شرح و تفسیر این آیات می‌پردازیم و در نهایت درس و عبرت‌هایی که در این آیات نهفته هست را مختصراً دوباره مرور می‌کنیم. ابتدا و اولین گام تلاوت زیبایی داشته باشیم از این دو آیه مبارکه، آیه 104 و 105 سوره مبارکه البقره. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بله بینندگان عزیز، کلماتی که در این آیه مبارکه نهفته است از این قبیله. اولین کلمه طبعا یا ایها الذین آمنو را بارها ترجمه کردیم، دیگه ننوشتم در اینجا. ای کسانی که ایمان آوردید. راعنا، راعنا به معنای مالا مراعات کن، مهلتمون بده. و در اصل گفته شده هم از کلمه رعا گرفته شده، رعا یرعا، یعنی رعایت کردن. ولی سر این که نهی شده اهل ایمان از گفتن این کلمه، بعد خواهیم دانست که این کلمه دو پهلوست. انظرنا یعنی به حال ما بنگر، فکری به حال ما کن، رعایتمون کن، انصافمون بده. اسمعوا بشنوید، معذرت میخواین بشنوید نوشته، بشنوید یا پیروی کنید. ما یودو یعنی دوست ندارند، از ود میاد به معنای دوستی. خیر به معنای خوبی یا در اینجا به معنای دقیق‌تر وحی و هدایت الهی. یختص یعنی اختصاص میدهد. تقریبا این مجموعه کلمات دشوار این دو آیه هست که تلاوت اون رو شنیدیم. خب میریم سر ترجمه این دو آیه. در این دو آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای اهل ایمان، لا تقولوا نگویید، راعنا به کی نگید؟ به پیامبر صلی الله علیه و سلم. نگویید رعایتمون کن، بلکه بگویید و قولوا، بلکه بگویید انظرنا واسمعوا، به حال ما بنگر، ما را ملاحظه فرما. واسمعوا یعنی گوش بدید، اطاعت بکنید. سم در اینجا نشانه اطاعت و فرمانبرداری میده. گوش بدید و بشنوید. وللکافرین عذاب علیم، برای کافران عذابی دردناک است. حالا چراش رو ما در شرح و تفسیر بیان خواهیم کرد یا در مفاهیم لغوی انشاءالله. سپس فرمود الله سبحانه و تعالی فرمود ما یود الذین کفروا،
یعنی کافران اهل کتاب. ما یود یعنی دوست ندارد. کی ندارند؟ ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، اونهایی که کافر شدند از اهل کتاب، ولا المشرکین، و همچنین نیز مشرکین. پس نه اونهایی که از اهل کتاب کافر شدند و نه مشرکین، هیچ کدوم از اینها دوست ندارند، علاقمند نیستند که چی؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، این که بر شما نازل شود خیری از جانب پروردگارتان. من خیرن خیلی زیباست که بعد انشاءالله در دلالت های لغوی بیان خواهیم کرد و در شرح و تفسیر بیشتر. یعنی از هیچ خیری برای شما، هیچ خیری واسه از جانب پروردگار که بر شما نازل بشود نمیخوان، علاقمند نیستند. کافران اهل کتاب و مشرکین دوست می‌دارند که خیر و برکتی، که هیچ خیر و برکتی از جانب پروردگارتان بر شما نازل شود. الله یختص برحمته من یشاء، و الله سبحانه و تعالی هر کس را که بخواهد به رحمت خیش اختصاص میدهد، یعنی رحمت خیش را واسش میفرسته، مختصش میکنه. الله ذو الفضل العظیم، و الله صاحب فضل بزرگ. خب با ترجمه روانی این دو آیه میریم سر مفاهیم لغوی. در مفاهیم لغوی اولین کلمه‌ای که مد نظر قرار میگیره کلمه راعنا است. راعنا در فرهنگ یهود معنای بدی داشت، معنای متقابل، به دلیل اینکه از باب مفاعله و مقابله است، معنای مقابله میده مفاعله. ولذا یهودی ها وقتی که میگفتن راعنا، از رعن منظورشون بود، چون دو پهلو بود. معنای رعن یعنی رعونت و حماقت و خشونت و سختی، و این یک معنای بسیار بد داشت متاسفانه. ولذا وقتی که مؤمنان در مدینه منوره به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که راعنا، اینها این کلمه بر گوش آشنا بود و خیال کردن میتونستن که سوء استفاده کنند برای بهره برداری بد و ترویج آداب اخلاق بد در جامعه اسلامی، به خصوص در برخورد با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که دشمنشون بودند. ولذا اهل ایمان مخاطب قرار گرفتن از جانب الله سبحانه و تعالی و خطاب زیبای قرآنی که ای اهل ایمان، شما که ایمان آوردید به پیامبر نگید لا تقولوا راعنا، یعنی با اینکه راعنا در اینجا معنای رعایت کردن دارد، ولی چون معنای دیگری هم در لابلای آن نهفته هست، اهل ایمان نشد تا اینکه از سنت و عادت بد کفار پیروی نکنند. ولذا این درس بسیار مهمی درش نهفته است که در نهایت درس انشاءالله دوباره تاکید خواهیم کرد، و اون این که انسان مؤمن مسلمان نباید در راه و روش و منشش از کفار و از مشرکین پیروی و تبعیت بکنه. انظرنا یعنی نظر لطف و مرحمت بر ما کن، مهلت و انصاف خواستن در اصل میخواد. در اصل انظر به معنای چیه؟ نظر یا نگاه کردن یا دیدنه، ولی دیدن همیشه خود دیدن مقصود نیست، بلکه مراعات کردن. دیدن برای عبرت، دیدن برای لطف کردن، دیدن برای توجه کردن و اهتمام دادن، و همین مراده. انظرنا وقتی که اهل ایمان به پیامبر مخاطب باید قرار بدن که بگن به جای راعنا بگن انظرنا، یعنی چی؟ یعنی یا پیامبر به ما نظر لطف کن، بر ما سخت مگیر، مهلتمون بده، انصافمون بده. و همچنین در جمله این مثلا مجموعه این کلمات کلمه من خیرین داریم که به معنای هر خیری است. خیر در سیاق جمله نکره اومده. من خیرین، هر خیری باشد، هر سعادت و هدایتی از جانب پروردگار باشه، اهل کفر و شرک چشم دیدنش واسه مؤمنین ندارند.
یعنی نمیخوان که اهل ایمان را در سعادت و خوشبختی و رفاه و آسایش ببینن. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب و سپس الله سبحانه و تعالی فرمود که وللکافرین عذاب علیم، عذابی دردناک متناسب با عمل کفار در این مورد. حالا چرا؟ ببینید عذاب انواع مختلفی است، یعنی درد و شکنجه‌ای که الله سبحانه و تعالی به کفار میده در آخرت شیوه های مختلفی داره و یکی از اونها همیشه رنج و شکنجه های آخرت متناسب با کفر و گناه دنیاست. و چون اهل کفر در این آیه اونهایی بودند که با تمسخر و استهزاء به جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنین پیامبران ما قبل خودشون اونها رو به مسخره می گرفتند و سعی می کردند دین را به شوخی و بازی بگیرند و از این جانب لذت ببرند به قول خودشون. یعنی شوخی و مسخره کردن دیگران خب ممکنه لذت بار باشه برای بعضیا، ولذا قرآن کریم میفرماید در آخرت در مقابل اون لذتی که در دنیا لذت کاذبی که برده اند، در آخرت چی میبرند؟ عذاب دردناک. عذاب دردناک. ولذا مناسب با عذاب آخرت در این باب عذاب دردناک بود، یعنی لذت، درد در مقابل لذت، یعنی این تناسب همیشه باید یادم باشه. چون در قرآن کریم عذاب مهین هم داریم، عذاب علیم هم داریم، عذاب عظیم هم داریم و عذاب الحریق هم داریم و الی آخره. ولی در این آیه وقتی گفته شده که وللکافرین عذاب علیم، برای کافران در آخرت عذاب دردناک مهیا دیده شده است، از این جانبه که الله سبحانه و تعالی متناسب با گناهی که و جرم و جریمه‌ای که در دنیا اون کفار مرتکب شدن، در آخرت متناسب با اون عذاب براشون تدارک دیده و تهیه کرده. یود یعنی دوست می‌دارد و در ما یود یعنی دوست نمی‌دارد، علاقمند هستند. ما یود الذین کفروا، کفار قلبا خیر امت اسلامی را نمی‌خوان. خب و همچنین کلمه دیگری که قبلا داشتیم اسمعو بود که گفتیم معنای سماع یعنی شنیدن و گوش دادن و امر در اینجا به گوش دادن امر به اطاعت پیروی است. یعنی در خطاب قرآنی وقتی که اهل ایمان مخاطب قرار میشن به سماع گفتیم اسمعو یعنی چی؟ یعنی اطیعو، گوش بدید، گوش دادنی که درش پیروی و اطاعت باشد، گوش دادنی که درش اطاعت و پیروی باشه. خب تا اینجا ما معانی کلمات و همچنین ترجمه آیه و سپس مفاهیم لغوی را بیان کردیم. اگر اجازه بدید با یک میان برنامه بریم سر شرح و تفصیل این دعای مبارکه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بله بینندگان عزیز، همونطور که ملاحظه فرمودید این دعای ابتدا با ندای اهل ایمان و خطاب اهل ایمان شروع میشه. یا ایها الذین آمنو. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، صحابی جلیل قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم و مفسر مشهور عهد صحابه رضوان الله علیهم اجمعین میفرماید ای اهل ایمان، زمانی که ندای یا ایها الذین آمنو میشنوید گوش جان بسپارید، به خاطر اینکه ندای ربانی الهی است از جانب آسمان به شما انسانها. یا در این ندا خیری است که شما به آن فرا خوانده شده اید، اون را عملی بکنید، یا اینکه شری است شما را از اون برحذر داشته الله سبحانه و تعالی، پس از آن دوری و اجتناب بکنید. حالا ببینیم این ندای قرآنی کدومشه. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. در اصل اینجا
یک مبدأ جدیدی، یک خطاب جدیدی در قرآن شروع میشه در سوره بقره با توجه به عملکرد ما قبل، آیات ما قبل، عملکرد یهود در آیات ما قبل که تفسیرش گذشته بود که چگونه به پیامبرانشون تهمت افترا می زدن و چگونه با قرآن و تورات و انجیل بازی می کردن، چگونه سحر و جادو را ترویج می دادن، چگونه فساد و فحشا و منکرات را تبلیغ می کردن و ترویج می دادن الی آخره. حالا اینجا یک ندای زیبای قرآنی به کسانی است که به پیامبر اسلام علیه السلام ایمان آورده اند و قرآن کریم را قبول کردند و پذیرفتند به عنوان دستور و فرمان الهی، به عنوان پیام زندگی بخش و سعادتمند بشری در روی زمین. به اونها الله سبحانه و تعالی ندا و خطاب میدهد یا ایها الذین آمنو، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید. و این زیباترین ندای قرآن به اهل ایمان هست، ندا و خطابشون به ایمانشون. یعنی شمایی که ایمان آوردید، ای مؤمن، ای کسی که ایمان آوردی، گوش فرا بده قرآن داره چی میگه. لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. یک ادب و یک روش و رفتار که خداوند عزوجل میخواد اهل ایمان در برخورد با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجرا کند. یا به عبارت دیگه خداوند عزوجل به ما در این آیه میخواد یاد بده که در هنگام خطاب قرار دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم مواظب الفاظمون باشیم، عبارتمون باشیم. جمله و عبارتی و کلمه‌ای که به کار میگیریم مهمه. نباید آنقدر نازیبا و زشت باشه که معنای نازیبا ازش برداشت بشه، همچنان که یهود عملی کردن و سعی کردن که با بکار بردن کلمات دو پهلو پیامبرانشان به شوخی و مسخره و استهزا بگیرند، یا برعکس اونطور که نصارا کردند که اونقدر غلو و مبالغه گویی بکنند و گزافه گویی بکنند که پیامبرانشون رو به چی برسن؟ به خدایی برسونند. وقتی که مسیحی معتقد است که حضرت عیسی علیه السلام و علی نبینا افضل الصلاة و اتم التسلیم پسر خداست یا خود خداست، همونطور قرآن معرفی میکنه در دعای متکرر در سوره المائده، بزرگترین کفر را مرتکب شده اند و بزرگترین افترا به انجیل و عیسی مسیح و خداوند عزوجل بستند. چون خداوند عزوجل میفرماید ولم یکن له کفوا احد. خداوند عزوجل میفرماید من شریک و همتایی ندارم. خب برمیگردیم سر اصل ادب. این که ادبی که اسلام و قرآن و خداوند عزوجل میخواد از اهل ایمان در خطاب دادن و خطاب قرار دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی و اجرا بکنیم، اینی که بهش بگیم انظرنا واسمعوا. یعنی چی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یعنی مثل یهود از کلمات دو پهلو مثل راعنا استفاده نکنید، رعایتمون کن. درست رعایتمون کن یعنی ملاحظه فرما، ولی این ملاحظه با لفظ راعنا معنای مقابله داره. یعنی چی؟ یعنی اون مؤمنی که میره خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه راعنا، اون عرب از این جمله این میفهمی که رعایتم کن تا رعایتت کنم، حال منو در نظر بگیر تا حالتو در نظر بگیرم. یعنی مثل یک نوع حساب کتاب میخواد از پیامبر صلی الله علیه و سلم، داد و ستد. مثل این که دین اینطور نیست. دین در مقابل پیامبر تسلیمه. به همین خاطر قرآن فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله.
کسی که اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت از خدا کرده. چرا؟ چون رسول الله از خود فرمان نمیدهد. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آنچه که سخن میگوید، حرف میزنه، نطق میکنه، از خودش نیست، از روی هوا و هوس نیست، بلکه وحی است که به قلب اون الهام شده. ان هو الا وحی یوحی. ولذا ای کسانی که ایمان آورده اید، همانند یهود نگویید که رعایتمان کن، بلکه بگویید ملاحظه فرما و مهلت ده و انصاف بده. پس بنابراین در این آیه قرآن کریم خداوند عزوجل مؤمنین را به یک ادب زیبای برخورد با رسول الله صلی الله علیه وسلم آشنا میکنه و آنها را برعکسش از یک ادب بد و یک کلمه نازیبا و روش و منش نازیبایی که قرآن نپسندیده برحذر می‌دارد. حالا این ادب شاید بگید که در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم در حضور آن جناب بوده، اشکالی هم نداره که بعد از ایشان هم همین تعاقب پیدا بکنه، چون همیشه اهل کفر، چه اونهایی که یهودی و نصرانی هستند، چه اونهایی که مشرکند، اهل دیانتهای باطلند، فرق نمیکنه، یک دست و یک پارچه میخوان که شبهه وارد کنند بر قلب انسان مؤمن مسلمان. و ما دیدید که دنیای دموکراسی معاصر میخواد از آزادی قلم و بیان این را به همه ما بگه که اهانت بر پیامبران هم جایزه و جسارت در حق و شأن پیامبرانی که در دیدگاه همه انسانها محترم و مقدس هستند چیه؟ جایز و رواست، در حالی که در هیچ منطقی این جایز و روا نیست و کاملا مردود و باطل و محکومه. ولذا انسان مؤمن مسلمان حتی امروز بعد از 1431 سال از هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و وفات آن حضرت صلی الله علیه وسلم، پس سالها و قرنها، 14 قرن پس از وفات آن حضرت صلی الله علیه وسلم، ما باید باز هم در هنگام بردن نام مبارک آن حضرت، در شنیدن نام مبارک آن حضرت، در نوشتن نام مبارک آن حضرت حواسمون جمع باشه، ادب را رعایت کنیم. اگر نام مبارک محمد صلی الله علیه وسلم را می نویسیم، حتما جلوش کاملا بنویسیم. به صاد تنها اکتفا نکنید، به سلعم اکتفا نکنید، به خیلی به خرج ندید در حق رسول الله صلی الله علیه وسلم، چرا که دعای شما براتون اجر، عبادت است، طاعت، پاداش میگیرید. همین که در جلو عبارت محمد، در جلو لفظ زیبای محمد، وقتی مقصدتون پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، پرانتز باز میکنید، کامل بنویسید صلی الله علیه و آله و سلم، اجر میگیرید در نوشتنتان. وقتی نامش میبرید کامل بگید صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی که میشنوید دیگری نام پیامبر میبرد بگید، به خاطر که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا رو بخونید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بخیل است و بدبخت است اون انسانی که نام من را بشنود اما بر من درود و سلام نفرستد. خب پس ما مأموریم حتی امروز و بعد از امروز تا قیام قیامت، هر کس به عنوان مؤمن به قرآن و مؤمن به دین اسلام و مؤمن به پیامبر اسلام نام محمد علیه السلام را میشنود، بر او و آل و اصحابش درود بفرستد. و ندای قرآنی است ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بله. خب پس بنابراین الله سبحانه و تعالی ما را مأمور کرده، دستور داده که از آنچه که در شأن رسول الله صلی الله علیه وسلم و در شخصیت ایشان نارواست به کار نبریم.
چه کلمه باشه، چه جمله باشد، چه عبارت باشه، بلکه به جای آن زیباترین و جالبترین و محبوبترین جمله ها و عبارت ها را به کار ببریم و بر پیامبر صلی الله علیه و سلم درود و سلام بفرستیم. و مطمئن باشید آن روش برعکس که روش استهزاء و مسخره و شوخی از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کفری که خارج از دین هست، مخرج از ملت اسلامه، کفری که صاحبش مرتد میشه ولی اینکه نماز بخونه، مرتد میشود ولی اینکه زکات بدهد و روزه بگیرد و حج برود. یعنی استهزاء و مسخره به ساحت مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم کفر است به اتفاق علما. ولذا قرآن کریم در نهایت همین آیه فرمود وللکافرین عذاب علیم، برای کافران. چه مناسبتی داره در اینجا فرمود که وللکافرین؟ چون اونهایی که میخوان با کلمات دو پهلو طعنه بزنند، زخم زبان بزنند و مسخره و شوخی بکنند از ساحت مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، مطمئن باشید اونها کافرند و خداوند برای کافران عذابی دردناک در آخرت تدارک دیده است. حالا چرا کفار به این روش متوسل میشن؟ این سوال پیش میاد. چرا کفار خوششون میاد که از مقدسات دینی ما مسخره بکنن؟ چرا شوخی و مسخره را به پیامبر ترویج میدن؟ چرا؟ این سوال دیگه. جوابش در آیه ما بعده. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. یعنی آن کافران، ما معتقدیم که از اهل کتاب چه یهود چه نصرانی هنوز هم تا امروز و تا قیام قیامت ادعی بر توحید و یکتاپرستی و بر دین حق یهود و نصرانی باقی هستند و باقی میمونن. ولی قرآن میفرماید ما یود الذین کفروا، انصاف را ببینید، من اهل الکتاب، دوست ندارند آنهایی که از اهل کتاب کافر شدند، یعنی کافران اهل کتاب، و همچنین ولا المشرکین، و همچنین مشرکین دوست ندارند. چی را دوست ندارند؟ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، این که از جانب پروردگار خیری بر شما نازل بشه. خیری که در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مؤمنین نازل میشد چی بود؟ قرآن بود، وحی بود، الهام بود که پیامبر اونها را میخوند، مردم هدایت میشدند، مردم رستگار میشدند، مردم سعادت و خوشبختی را به دست می آوردند، مردم میدونستند با چگونه با همدیگر برخورد بکنند، چگونه ازدواج کنند، چگونه طلاق بدن، چگونه جنگ بکنند، چگونه صلح بکنند. دستور زندگی را ما در قرآن میخونیم در تمام موارد، حتی داد و ستد، حتی اخلاقیات شخصی انسان مؤمن مسلمان در برخورد با خانواده، برخورد با بچه ها، برخورد با بزرگترها، همه اینها در قرآن وارد شده. خب قرآن بعد از اون به ما چی میگه؟ میگه اینها چشم دیدن هیچ خیری برای شما ندارند که از جانب پروردگار باشد. حالا بعد از نزول قرآن چی؟ وقتی که امروز میبینیم در دنیای دموکراسی، دنیای آزادی قلم و بیان، این گونه بر علیه اسلام سنپاشی میکنند، توطئه میکنند، مینویسند، فیلم درست میکنند، کاریکاتور درست میکنند و مسخره و شوخی میکنند، به دلیل اینی که چشم دیدن میلیاردها انسان مؤمن و مسلمان را در دنیا که روز به روز دارن به ایمانشون اضافه میشه، به تقوایشون اضافه میشه، همه دنیا را دارن نشون میدن، در اروپا، در آسیا، در آفریقا، در هر کجای این کره هستی ببینید کره زمین ببینید که مؤمنین و مسلمین با عزت و احترام دارن زندگی میکنند. حالا مورد اهانت قرار میگیرن به جای خودش، ولی مهم اینه که احساس عزت و ایمان، عزت ایمانی و اسلامی و غرور ایمانی در قلب انسانهای مؤمن داره رشد میکنه. روز به روز مردم دارن به سوی ایمان رو میارن. مساجد روز به روز پرتر میشه و مؤمنین روز به روز ببینیم که از نسل جوان بیشتر بهش رو میارن، به نشون میده که اسلام در حال رشد است.
خب در نهایت این درس ما فقط به 3 نکته میخوام اشاره بکنم. یکی وجوب تأدب با رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی این که انسان مؤمن مسلمان واجب است در هر شرایطی و در هر زمینه‌ای با جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم و خطاب ایشان، مخاطبه ایشان و ذکر نامشان و شنیدن نام مبارکشان رعایت ادب اسلامی را بکنه و بر ایشان درود بفرسته و صفات و اوصافی را بکاره که در خور شأن و شایسته مقام و منزلت ایشان باشه. دوم این که وجوب شنیدن دستورات آن حضرت و اطاعت از اوامرشان. واسمعوا که در قرآن میاد، قرآن میفرماید که اهل ایمان باید هنگامی که از پیامبر خطاب میشنوند اون را بشنوند و عملی بکنند و اجرا بکنند و اطاعت بکنند. و همچنین در سوم این که انذار از پیروی روش منش کافران و مشرکین در استهزاء و تمسخر از رسول الله و همچنین صحابه بزرگوار ایشان که همه اینها روش و منش کافران و مشرکین حسودی است که چشم دیدن حقیقت را ندارند و نمیخواهند مؤمنین و مسلمین را در این خیر و خوشبختی ببینند. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.